السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظمتان خواهیش لایک بمونین و کامنتری بنویسین. آیا در شما همین گونه یار و رفیقا وجود داره یا نه؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که النبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که یاری و دوستی نکه مگر به انسانی که مؤمن باشه. یعنی در گرد و اطراف تو برادران مؤمن باشه، با انسانایی که داد و گریف همنشینی که او مؤمن حقیقی باشه، نه منافق و مثل بعضی برادران ما و شما. و دوام حدیث یعنی ولا یأکل طعامک الا تقی، یعنی طعامی تر اوقاتی تر نخر مگر مسلمانی اهل بتقوا. یعنی مثلا به خانت ندا میکنی، یعنی فیراد میکنی، طلب میکنی، تکلیف میکنی. بعضی برادران مثال میگیریم منافق و مسلم و مؤمن و اهل تقوا. یعنی منافق بر همه ما و شما معین است کیست و چگونه انسان است. طعام تا میخوره از پشتت گپ میکنه، طعام تا میخوره سیر اسرار خانه تا میره در دیگر جا فرش میکنه، طعام تا میخوره عیب جویی میکنه، طعام تا میخوره کیدتت میکنه، طعام تا میخوره از ملک و مالت استفاده میبره و بعدا نابود میشوه. و مثل بعضی برادران حاجیان ما با بعضی برادرانی هستند، مثال بسیارن الحمدلله برادرانی که منافق هستند، الله هدایتشون کنه، سزاوار هدایت باشن. اگر خدا هدایتشون بده، اگر سزاوار هدایت باشن، اگر سزاوار هدایت نباشن خدا همش جمع و گیر کنه و برادرمو قبرستان جاشون کنه. الله توفیقشون بده. والله زیق میشیم که بعضی حالات ها میشن این برادرانی که مثال برادر میگن، جان منامیت میگن و بعدا میبینیم که منافق هستن. سبحان الله. یعنی خدا میگه ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی منافق عذاب سخت درکش میکنه که عذاب کافر نمیکنه. منافق دروی باز است. و اون خاطر این برادرانی که نماز نمیخوانن، برادرانی که یعنی امانت خیانت میکنن، یعنی قول میگن و در قول عمل نمیکنن، و اون گونه برادران را دور کنن از گرد و اطرافتون، یعنی به برکت میارن. انسانی که نماز نمیخونه با اونها داد و گریف نکنین، و انسانی که اهل تقوا نیست با خونتون تکلیفشون نکنین. یعنی ما بسیاری برادران را بگیم به قدر استطاعت باورشون کردیم. بعضی بدبختاشون زمینمون خریدن به قولی که زمین یعنی پولا رو گفتن زمینتون میخریم نابود شدن. بعضی هاشون مثال ماشیناتون رو ریمون میکنیم تا حاضر ماشینمون ریمون نکردن. پول چی میگیرن؟ خلاصی گپ مطلب میجه چیست که یعنی ما هم خطاگیری کردیم، این برادرها یعنی در خود جلب کردیم، دوست دونستیم، خطا کردیم. یعنی ما مؤمن گفته، مسلمان گفته که بیاین دگیر در اطرافمون بگیرین، برادرشون بخونیم تو اینکه اصلاح شوان، یعنی یک چیزی که کاری خیر از خود بکنن و عمل کنن و بعدا دیگر مؤمن و مسلمان ها را یعنی یاردم کنن. برعکس که خود مناکیدت کردن بدبخت ها و چکو کردن؟ گرفتن برفتن، نه دستی از هستن نه جواب میتن. یعنی چند برادران خیل کردن، خیلی که پیش داخلمون از زمینه به 10 کس میفروختن. هم خیلی بدبختانه رفتار که استن. بعضیش از الله طلب میکنیم که خداوند هدایتشون بده. یعنی از همه چیز مهم چیه که هم منافقه، یعنی سه خصلت در همون انسان دیدی اون منافق است، با او داد و گرفت کردن لازم نیست. یعنی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که آیت المنافق ثلاثه، یعنی نشونه منافق سه تاست. منافق چگونه ما میشناسیم؟ با سه خصلت: اذا حدث كذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان. یعنی هر وقت که سخنرانی میکنه دروغ میگه و در سخنرانیش بسیار قسم میخوره، یکی از نشونه های منافقی است. و اذا وعد اخلف،
یعنی وعده داد که برادر ما پگاه کارتا بد میکنم، بد نکرد. پل گرفت و که فردا برنگردوند. وعده داد که یعنی مثلا بگیریم که فردا ما نزدیت میام و پول پچی که گرفتم میبیارم. فردا انسان پیدا نمیشه، یعنی تو انتظار هستی. ده 3 بار انسان که هم خیلی که رفتار کرد، یعنی به الله بسپارشن قدو بو که السلام علیکم خدا نگهبان باشه، دیگه به او معامله کردن هم درست نیست. و اذا اؤتمن خانه، یعنی امانت خیانت میکنه. مثلا در خانه میه با همراهش میشینی، یعنی برادر گفته یک علم دیلت میخواهید به او برسانی، با همراه روز نیاز میکنی، روز دیلت میگوی و فردا ایگه پر از دهان دیگه مردم میشنوی، یعنی تو امانت دیگه گفته بدی. یا اینکه مثلا بگیریم همین روچکره به همتی که برادر همین امانت در تو دخانت مونش استفادهش نبر، چیکار میکنی؟ بگم که همین نیست شکستگیه. یا اینکه ماشین تمیدش میگو برادر همین امانت من تاجیکستان میرم، اوش میگه که استفادهش بردگی حیش کردگی موتورش زاگیه. یعنی بسیار هر چیزی که میتیش او خیانتش کنه، چی قول باشه، چی فعل باشه، چی هر چیزی که باشه، بسیار هر چیزی که اشیاء باشه، چیزایی که یعنی چی پوشنده باشه، چی خورنده باشه، چی چیزای سوار شونده باشه، چی ورسید باشه، موتورسیکل باشه، ماشین باشه، عربه باشه، هر چیزی که باشه تو امانتش که گذاشتی، وقتی امانت تو خیانت کرد، او انسان منافق است. با همون خاطر برادرانی که یعنی خطانا برادر میشمورین، ما برادرم به خاطر الله برادری میکنین، رو تونسیه نکنین، روی روشاد بیاین که برادر ما همین مومنت یعنی استفاده بردنیم و بعدا کیدت کنی رفتنیم، یعنی ما از جمله شخصیت های منافق هستیم. ما را منافق بگین، من بعد مسلمان ما نگین. خطانا یعنی ظاهرا آشکار کنین تا اینکه مردم با همراهتون دیگه خیلی معامله کنن. بارکه از منافقا بسیار مانده شدگیم، ازم خاطر گفتم که همین ویدیو کنم تا اینکه منافقا را بشناسین و با همراه اونها یعنی داده گریف نکنین تا اینکه روز به روز او ضررش در جامعه زیاد میرسانه. یعنی مؤمن خوب به مثل عطر فروش است و منافق بدبخت صفت به مثل آدم سوارکچی، و مثل خانه سوارکه میکنن، پستایان حرم میکنن، هم چیزایی که با هم پاره میکنن، مثل انا ما پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم میگه. یعنی مؤمن خوب با همراهش که ششتی یک گپی خوبت میگه یا که یک نصیحتت میکنه، یک چیزی خوب میگیری، مثل عطر، خانه عطر است که یعنی عطر خرید رو آمدی، یا که همون عطر فروش یک دوخی پدرکت میکنه، یا که یک دوخی میشه بدرتند، یا اینکه چی میگه، یعنی از همونجا که درومش از همون خانه عطر فروش یعنی حلاوت میبری که یعنی بو میکشی، بوی بهترینه. و بدبختی منافق یعنی با همراه او ششتی یا که فاندد میکنه، یا قول دروغت میگه، یا اینکه چی، یا اون چیستا میگیره یا میدزده نعوذ بالله. و مثل خانه سوارکچی، یعنی خانه سوارکچی در اومدی چی خیر میشه؟ آدم سوارکچی کنه نمیگم، یعنی خانه را مثال میگیریم که پیغمبر خدا میگه در اومدی در اونجا یکمش بوش میزند، یا اینکه پرچه سوارکه میزنه در تنت، یا اینکه یکون جوتا سوارکه میپره میسوزونه میدرانه. یعنی ببینین عکسی یعنی دوخیره، در اونجا بوی خوب میگیری، در اینجا بوی بد میگیری، بوی ای خانه سوارکه بوی بد، بوی دود، بوی سوختگی ای خانه خارج میشه. و مثل آدم منافق هست این که منافق بدبخت با همراهش که ششتی یا که فاندد میکنه، یا که دروغ میگه، یا که امانت خیانت میکنه. از هم خاطر الله ما را محافظت بگردان از این گونه برادرانی که منافق هستند، منافق صفت هستند. مثل بعضی باز هم میگم بعضی حاجی ها، شاید که هم حاجی ببینه دخدش درک کنه بدبخته، به نهایت یعنی سخمون میرسه، سببی که چون حاجی میگیرن ما برادرشون میشموریم، هر کجا که باشه مثال قدر استطاعت دستگیرشون میکنیم و بعدا برادران ما را خودمان ها و برادران خودمان ها کیدت کرد، بدبخت برفت. الله هدایتت کنه، سزاوار هدایت باشی.
یا اینکه خار ذلیلت کنه سزاوار هدایت نباشی. خدا نگهبانتان باشه برادران عزیز. خیلی منافقا را بختان نزدیک نمانین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.